السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردای گران قدر، ما و شما باز هم در درس هفتم در قسمت سومش هستیم که ما با اسم القدوس الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم. اولی است که ما و شما باید بفهمیم که یکی از اسماء الله الحسنی القدوس هست. چرا در قرآن عظیم شان خواندیم که هو الملك القدوس السلام المؤمن. الملك القدوس سوره حشر آیت 23. پس یکی از اسماء صفات الله سبحانه و تعالی هست. دیگه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی که القدوس است به معنای یعنی ذاتی که به تمام صفات کمال، صفات عظمت، مجد توصیف میشن. پس الله سبحانه و تعالی القدوس است، یعنی ما میفهمیم که الله سبحانه و تعالی تمام صفات کمال داره و چون الله صفات کمال داره، صفات عظمت داره، صفات بزرگی داره، بناهن هیچ وقت الله سبحانه و تعالی را با مخلوقات تشبیه نمی کنیم و میفهمیم که تو ذات به عظمت است که تمام آسمان ها و زمین تسبیح از او میگه و حمد و ثنای از او میگه. همچنان فهمیدیم که القدوس وقتی که ما فهمیدیم به این معنا که الله سبحانه و تعالی از تمام نقصان ها در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش، در عباداتش، در تمامش الله سبحانه و تعالی از تمام نقصان ها و عیب هایی که مخلوقات داره پاک است. پس هیچ وقت در ذهن انسانی که موحد است و یکتاپرست است و الله را میشناسه، هیچ وقت در ذهنش چیزی از این نمیگرده که مثلا به الله سبحانه و تعالی کدام صفت نقصان، مثلا ما وقتی میخوریم ناقص هستیم، ضعیف هستیم، ما ازدواج میکنیم به خاطر نقصان ما هست، ما به اولاد نیاز داریم به خاطر نقصان ما هست، به واسطه نیاز داریم نقصان ما هست. اینال الله سبحانه و تعالی از تمام این نقصانایی که ما مخلوقات داریم پاک است. از این خاطر وقتی که در مورد صفت القدوس الله صحبت میکنیم، در اینجا باید مخلوق کاملا از ذهن خود دور بکنیم و عیب هایی که مخلوقات داره او رو به مخلوقات بگذاریم و بفهمیم که الله سبحانه و تعالی القدوس و ذات است که از تمامی از عیب ها پاک است و به این شکل زندگی بکنیم. یعنی ما ذات رو عبادت میکنیم که هیچ عیبی نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش و نه در احکامش، کاملا در عباداتش. از این خاطر کسایی که در احکام الله مثلا انتقاد میکنن که مثلا چرا قصاص است، چرا قاتل باید کشته شود، چرا مرتد باید کشته شود، چرا دست سارق باید قطع شود، اینا انتقاد وقتی که میکنن در حقیقت اینا به اسم القدوس الله ایمان ندارن. چرا؟ اگر اینا میفهمیدن که الله ذات پاک و منزه است، هر حکم الله سبحانه و تعالی با هزارها و میلیون ها حکمت است که ما حکمت از او را گاهی یک دو تایش میفهمیم، گاهی هیچ نمیفهمیم، چون ذات پاک است و مقدس است و از تمامی عیب ها در ذاتش و در صفات و در افعالش خالی هست و در احکامش همچنان. بنابراین نباید سر هیچ کدام از ما و شما انسانی که مؤمن است به این صفت ایمان داره در هیچ چیز شک نمی داشته باشه. ما کاملا یقین داریم که الله در ذات خود پاک است، در صفات خود پاک است از تمامی عیب ها و نقصان ها، در افعال خود از تمامی عیب ها و نقصان هایی که انسان ها داره پاک است و همچنان الله سبحانه و تعالی در احکام خود از تمامی عیب هایی که مخلوقات داره پاک است. یک انسان یک حکمی را میکنه، در حکم از او عیب میباشه، عاقبتش نمیفهمه، یا مثلا احکام غلطی را صادر میکنه و بعد از او حکمش تجربه میشه غلطی ثابت میشه، اما احکام الله سبحانه و تعالی از تمامی عیب ها پاک است. به این شکل باید انسان مسلمان موحده که الله را مشناسه با صفت قدوسش با همین قسم زندگی بکنم. همچنان المنزه عن الانداد و الاولاد، باید وقتی که الله مقدس است بناهن شریک، ند، اولاد، فرزند، چیزهایی که در ذات الله مثلا نقص وارد میکنه، از تمام از اینا پاک است الله سبحانه و تعالی. شریک نداره، فرزند نداره. ما فرزند داریم، چرا به فرزند احتیاج داریم. من میگم فرزند داشته باشم، باز من پیر شدم، ضعیف شدم، باز اولادایم کتم کمک بکنه، دستم بگیره، دخترم کتم کمک بکنه، پسرم برم کمک بکنه. اما الله سبحانه و تعالی به این چیزها نیاز نداره، مقدس و پاک است.
باید به این شکل ما بفهمیم. به این شکل باید بفهمیم که الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی در کمال از او به مثل از او نیست، مشابه از او نیست. پس الله سبحانه و تعالی کامل است. اگر ملائکه هست، اگر پیغمبرها هست، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، هیچ کسی با او کمال و عظمت الله سبحانه و تعالی رسیده نمیتونه. این خاص مربوط الله سبحانه و تعالی است و به این شکل ما زندگی میکنیم که الله سبحانه و تعالی را میشناسیم. بناهن فهمیدیم که الله دارای تمام صفات کمال است و ما انسان ها صفات نقصان داریم. الله سبحانه و تعالی ذات است که از تمام عیب ها و نقصان هایی که مخلوقات دارن از این پاک و منزه است. به این شکل ما الله را میشناسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.